سلام میگم با بینندگان عزیز رادیو زودی، به همه اون کاربران وفاداری آزادی ویدیو که صبح خودشون رو با خبرهای تازه از رادیو زودی شروع میکنند. من شادو گلخوجه هستم. در روز شنبه در 26 ینور در روبروی شما و هر نفری که استراحت میکند برایتان استراحت خوب میخواهیم و اگر در کار یا تحصیل باشید برایتان برای کار و تحصیل خوب میخواهیم و در چند دقیقه که با هم دیگر داریم فکر میکنم برای شما نیز مفید خواهد بود، چون خبرهای رو در دست داریم که خبرهای روز هستند و مربوط به تاجیکستان و جهان. مقامات تاجیکستان و روسیه 6 طرح سازشنامه را مربوط به مهاجران تهیه دارند. در این باره ایگور لیاکین فرالوف سفیر روسیه در دوشنبه روز 25 ینور در صحبت با اژانسی ریا نووستی خبر داد. او گفت هدف از تهیه این سازشنامه ها به ترتیب درآوردن جریان مهاجرت و بهداشت شرایط مهاجران تاجیک در روسیه است. فرالوف از جمله شرح داد که این سازشنامه درباره تشکیل سفر شهروندان تاجیکستان به مهاجرت مهنتی، درباره همکاری در ساحه مهاجرت، درباره برگرداندن شهروندان تاجیکستان به وطن، سازشنامه در مورد بود و باش شهروندان تاجیکستان در روسیه و برعکس شهروندان روسیه در تاجیکستان میباشد. سفیر روسیه همچنین تاکید کرد که همکاری در ساحه مهاجرتی یکی از ساحه‌های مهم روابط تاجیکستان و روسیه به حساب میرود، زیرا شماره زیادی تاجیکستانیان در روسیه کارو زندگی میکنند. فرالوف در ادامه صحبتش گفته است مهاجران تاجیک سال گذشته از روسیه به وطن 2.5 میلیارد دلار فرستادند که بنا به امور مختلف از 35 تا 37 درصد مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد. سفیر افزوده است که به حساب آنها در 5 سال اخیر مهاجران کاری توسط بانک ها به کشور بیش از 15 میلیارد دلار فرستادند. این مبلغ در مقایسه با جلب سرمایه های مستقیم به کشور در این دوره 3 برابر زیادتر است، گفت او. این هم در حالی است که مقامات تاجیکستان میگن سالهای اخیر انتقال پول مهاجران از روسیه کاهش یافته است. همچنین در ماه نوامبر سال گذشته از جمله جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی گفته بود که کم شدن پول مهاجران به سرمایه‌گذاری بخش‌های دیگر از جمله کار بانک‌ها تاثیر گذاشته است. ضمناً در مسئله‌های رشد اقتصادی تاجیکستان و روسیه آخر سال گذشته سیاستمدار ملت‌گرای روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی جانبداری کرده بود. ژیرینوفسکی که رهبر حزب لیبرال دموکرات میباشد ماه نوامبر سال 2018 از تاجیکستان و ازبکستان زیارت نموده از حکومت روسیه دعوت کرد که همه موافقتنامه‌های با کشورهای آسیای مرکزی امضا نموده را به طور فوری به تصویب رساند. навиди бомдодии ро идома медиҳем. гурӯҳҳои кори ӯзбекистон ва тоҷикистон тасмим доранд ки то санаи 27 январ аломатгузории марзи ду кишварро ба анҷом расонанд. дар ин бора расонаҳо хабар медиҳанд. ҳайати ҳукумати тошканд имрӯзҳо дар душанбе қарор дорад. дар гузашта тоҷикистону ӯзбекистон марзи ду тарафро комилан мушаххас карда буданд. ҳамакнун ду ҷониб дар харита хатти дақиқи марзиро муайян мекунанд. созишномаи байни ду давлат дар мавриди қиттаҳои алоҳидаи марзӣ дар جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان در تاریخ 9 تا 10 مارس سال 2018 امضا شده بود. تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر مرز مشترک دارند. موقع تاجیکستان در شاخص یا ایندکس آزادی‌های اقتصادی بنیاد میراث 2019 پایین‌تر رفته در میان کشورهای غالباً ناآزاد و در زینه 122 جای گرفت. در گزارش نوی بنیاد میراث قرارگاهش در آمریکا گفته می شود موقع تاجیکستان در سال گذشته بنا به مشکلات در بخش آزادی‌های تجارتی و وضع صاحبکاری پایین رفته است. در گزارش آمده است با وجود در اولویت کاری حکومت بودن کمک به ساختارهای بانکی این سیستم دچار مشکلی زیاد است. فضای بد تجارتی، مقررات بیوروکراتی، مدیریت نامنظم به فضای سرمایه گذاری تاثیر گذاشته است. آمده است در گزارش. تلاش‌ها برای کمک به نگاه داشتن قرب اثرهای خارجی امکان راه‌اندازی تدبیرهای پولی دیگر را کاهش می‌دهد. با وجود پیشرفت معین در بخش خصوصی سرعت رشد در این بخش خیلی کم بوده است. از جمله در گزارش گفته می شود که اجرای قانون‌ها خیلی ضعیف بوده. تاجیکستان در میان کشورهای آلوده به فساد باقی میماند.
سال 2017 تاجیکستان در این گزارش در موقع 109 و در گروه کشورهای غالبا نوآزاد قرار داشت. این ارزیابی‌ها در حالی است که مشکل در بخش اقتصاد و صاحبکاری و بخش سرمایه‌گذاری تاجیکستان را مقامات بلندپایه کشور هم اعتراف می‌کنند. در مجلس سالانه حکومت تاجیکستان که روز 21 ینور برگزار شد، محض بخش اقتصاد مورد بررسی و انتقاد شدید قرار گرفت. رستم امامعلی در انشاءات سودا و خدمترسانی حدود شهر دوشنبه لباس یگانه کاری جاری کرده است. شهردار با امضای یک قرار برای عملی شدن این سفارش 1 ماه مهلت داده است. سبب قرار مذکور بلند برداشتن سطح خدمترسانی عنوان می شود. به همین ترتیب من بعد در مغازه‌ها و بازارها و دیگر مرکزهای خدمترسانی کارمندان لباس یگانه به بر خواهند کرد. شما نوید بمدادی روز شنبه 26 ینور را تماشا دارید. یک ساکن ولایت سوخ که ادعا داشت ماموران میلیسا او را هنگام بازپرسی برهنه کردند از روسیه پناهگاه طلب کرد. کبریا یولدوش و ساکن 33 ساله نویه اسپیتامن در آغاز ماه ینور امسال با 5 فرزند تاجیکستان را ترک کرده خودش حالا در یک مرکز پناهجویان روسیه قرار دارد. یولدوش و در یک صحبتش با رادیو آزادی ماه ایول سال 2018 ادعا کرد که در یک حادثه روز 3 می در یک اتاق شعبه کارهای داخلی اسپیتامن 3 کارمند میلیسا او را بازپرسی کردند، ولی قبل از آغاز بازپرسی با این بهانه که او در لباسهایش دستگاه ثبت صدا نداشته باشد مجبور کردند تمام لباسهایش را بدر کند. این ادعا را خادمان و مقامات پلیس رد میکنند. یولدوش و که در تقلب گمانبر می شود میگوید دوام 9 ماه آخر پیوسته تحت فشار بود و با وجود اینکه گناه او را اثبات کردن نمیتوانند از بازپرسی و اذیت‌های روحی خسته شد و تصمیم گرفت از روسیه کمک و پشتیبانی بپرسد. کبریا یولدوش و میگوید یک مادر تنها است و در تربیت و تحصیل فرزندانش به او خواهرانش کمک میکنند که در قریم زندگی دارند، ولی دوام 6 ماه آخر سال 2018 فرزندانش که با بهانه تعطیل تابستان نزد مادر رفته بودند نتوانستند از تاجیکستان بیرون روند و تنها ماه ینور مادر قرار کرد که با فرزندانش خودش هم از کشور بیرون برود. یولدوش و میگوید مراجعه ویدیویی فرزندانش به مقامات و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین باعث شد که به فرزندانش اجازه خروج از کشور را بدهند و به دنبال خودش نیز از تاجیکستان بیرون رفت. دلشاد وسیف کاپیتان سابق استقلال و عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان که یکی از فوتبالبازان سرعنوان‌ترین در تاریخ فوتبال تاجیک به شمار می رود، کاریرای بازیگریش را در باشگاه دوشنبه به اتمام رساند. در این باره سامانه رسمی باشگاه فوتبال استقلال خبر داده است. به اطلاع منبع حمله‌گر معروف دلشاد وسیف بعد 10 سال هنرنمایی خود در هیئت استقلال از این باشگاه رفت و فعلا بازیگر آزاد می باشد. دلشاد وسیف از آغاز سال 2009 در استقلال بازی میکرد. در این مدت او 2 بار بهترین بازیگر تاجیکستان و 3 بار بهترین نشانزن مسابقات قهرمانی کشور شده است. دلشاد وسیف اینچنین در هیئت دسته منتخب تاجیکستان از سال 2006 غالب جام دعوت آیفکا گردیده در این مسابقات با مدال‌های نقره و برنجی مکافاتانیده شده است. خب این خبری آخرین صحبت امروز ما و شما بود. بینندگان عزیز، اول خبرهای از این بیشتر رو شما میتونید در وبسایت ما www.azadi.org بخونید و همزمان اگر خواستید میتونید بروید به آزادی ویدیو که حالا از آنجا ما رو تماشا دارید و در آنجا گزارش و مطالب جالب رو ببینید و تا ملاقات فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.